اینا رو اگه محاسبه بکنید بر اساس طول خیابان، مساحت خیابان، عرض خیابان، یه چیزی حدود 140,000 نفر توی این تصاویر حضور دارن. رویترز اعتبارش رو در بیان تعداد حضار این تشییع جنازه از دست داده دیگه. تو وقتی که از صبح تا بعد از اون نظرتو عوض میکنی، یعنی هم نظر از صبح تحت یه عوامل دیگه بوده، هم نظر بعد از اون تحت تاثیر فشارهایی که از سوشال مدیا، در حالی که تو اگه عدد رو از مسیر مستقل راستی آزمایی شده به دست آوردی بودی، میگم متدولوژیم اینه، عدد نتیجه نهایی من اینه، هر چقدر شما بیاید توییت بزنید من نظرم عوض نمیکنم، شما باید به متدولوژی من ایراد بگیرید. اینه که جمهوری اسلامی برای برگزاری این تشییع جنازه اجازه گرفته بود از آمریکا، یعنی امان نامه گرفته بود که در این چند روز حمله ای نشه و از اون سمت هم تنگه هرمز رو باز بکنن تا بتونه انجام بشه. ولی اون چیزی که ما دیدیم اینه که شب تشییع مشهد، یعنی وقتی که جنازه خامنه‌ای توی عراق بود، اینا شروع کردن شلیک کردن و حمله کردن و بقیه این چیزا. اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اینه که ما یه حکومت قرون وسطایی هستم و این پروپاگاندا که خودش رو به عنوان حکومت مدرن در دنیای امروز جا زده، اتفاقا یکی از متاسفانه موانع رسیدن مردم ایران به حق خودشون، یعنی آزادیه. شما نمیتونید یه مرجع مذهبی داشته باشید که تمام این سالها بگی آقا این مرجع مذهبیه، بعد یه دفعه بیای بپذیری که آقا 100,000 نفر، 150,000 نفر مثلا تو تجهیز جنازه شرکت کردن. یه قسمتی از این که این رسانه ها میگن میلیونی، یه مقدارم برمیگرده به اینکه اون اعتبار قدیمی خودشون رو خراب نکنن. اگر خامنه‌ای زده بشه جهان اسلام قیام خواهد کرد. یعنی شیعیان عراق چیز داده بودن که خط قرمز ما خامنه‌ایه، اگر دست بزنید به مرجعیت اعلای شیعه دست بزنید ما قیام خواهیم کرد. ولی اتفاقی که افتاد زدن خامنه‌ای و هیچ اتفاقی نیفتاد. خب سلام خدمت همه کسایی که حالا ما رو میبینن یا میشنون. یه مدتی حالا ما نبودیم، فکر کنم یه ماهی از آخرین شماره هم میگذره. من اون موقع مثلا یه ماه پیش داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، سوئده. گفتش آره دیگه یه ماه 40 روز نمیخوام برم سر کار. گفتم چرا؟ گفتش که تو سوئد جولایش این کار نمیکنم. بعد من دیدم خیلی ایده خوبیه که یه ماه در سال هیچ کسی کار نمیکنه، ما هم کار نکنیم. ولی خب از اون سمت هم بالاخره تابستون واقعا هم هوا خیلی گرمه در همه جای جهان و از اون سمت هم جام جهانی هست دیگه، همه بالاخره به یک نوعی درگیرن دیگه. آخرین شماره ما هم حالا راجع به تیم ملی جمهوری اسلامی و فیفا بود و حالا یک ماه بعد از اون داریم شماره بعدی رو ضبط میکنیم. حالا به لحاظ تاریخی هم که اگه بخوام بگم الان ما حدود یعنی چند روز میگذره که 6 ماه از قتل عام دیماه گذشت و بیش از 4 ماه هم از مرگ و کشته شدن علی خامنه‌ای گذشت. و یه اتفاق مهمی هم که در این 1 ماه افتاد اینه که بالاخره علی خامنه‌ای خاک شد، تجهیز جنازه شد و خاک شد. و حالا این بحثی هم که ما امروز داریم راجع به تجهیز جنازه خامنه‌ای، حالا تعداد افرادی که شرکت کردن، اصلا این پروژه، چون میشه گفت که احتمالا مهمترین پروژه پروپاگاندایی که در دوره حکومت علی خامنه‌ای اتفاق افتاد همین تجهیز جنازه خودش بود. یعنی تمام دلالت هایی که میخواستن از این تجهیز جنازه به دست بیارن، حداقل 3 ماه بعد از اینکه جنگ تموم شد این کار انجام شد. یعنی حداقل 3 ماه از آغاز آتش بس اینا وقت داشتن که همچین چیزی رو برنامه ریزی کنن و بتونن ازش استفاده کنن. ولی اون چیزی که واضح و مشخص بود و حالا امروز هم میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم اینه که یک شکست بزرگ تبلیغاتی، پروپاگاندایی و مشروعیتی برای جمهوری اسلامی بود. حالا امروز هم 2 تا از روزنامه‌نگارای عزیز در خدمت ما در خدمتشون. امیر هادی که حالا یه بار اومد و حالا راجع به سیم کارت سفیدها حالا و اون جریان کلی روزنامه‌نگاری که در داخل ایران انجام داره پیش میره و خب مشخصا هم خیلی تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی و در راستای اون صحبت کردیم.
و مهدی سارمی فرام این بار اولین باری که در خدمتشیم و امیدوارم که در ادامه، یعنی چند تا موضوع دیگه هم از حالا قبلش با مهدی هم صحبت کردیم، در آینده با هم بیشتر صحبت بکنیم. حتما. حالا برای شروع در حد سلام علیک یا هر چیزی که برای شروع بحث میخواید بگید بگیم تا بریم سراغ موضوع. مهدی. خواهش می‌کنم. امیر هادی، ببخشید مشکل میکنم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که از این طریق در خدمتشون هستم. همینطور سلام عرض میکنم به امیر هادی، دوست عزیزم که کارهای درخشانی به خصوص در این چند سال گذشته در زمینه روزنامه‌نگاری ازش منتشر شده که واقعا مایه افتخار من هست که اینجا در خدمتش هستم و در کنارش هستم و اینا. و همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهرداد جان و تشکر میکنم از پادکست عالی که دارید، روشنگرانه در مسیر مردم ایران در حال حرکته و خیلی خوشحالم که از این طریق در خدمت بینندگان و شنوندگان این پادکست هستم. خیلی ممنون، مرسی از لطف دارید. امیرعلی. خب منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشید. خیلی خوشحالم که دوباره اینجا، مخصوصا مهدی عزیز، و نزدیک یک سالی بودش که من ندیده بودم مهدی رو و خب خیلی هم خجالت زده کردید دیگه. خیلی متشکرم، در خدمت. نه مرسی واقعا. به نظرم یه خورده حالت مکمل هم دیگه هم دارید که حالا امیرهادی بیشتر حالا اون مباحث روزنامه‌نگاری به صورت سنتی ترش رو انجام میده و خب مهدی هم هستش که واقعا خیلی به شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌ها و کمپین‌هایی که تو فضای آنلاینه مسلطه و به نظرم خیلی ترکیب خوبیه برای این بحث. حالا برای شروع مهدی هم اشاره کرد، واقعا امیرعلی چندین تا کار درخشان در چند وقت پیش انجام داده که حالا ما یه دونش راجع به سیم کارت سفیدا بود که در سری قبل خیلی بیشتر روش تمرکز کردیم و حالا این بار هم راجع به نه راجبه ولی به عنوان یک مقدمه به یک کار درخشانی که حالا در حوزه روزنامه‌نگاری انجام شده، مقاله گزارشی بود که هفته پیش نوشتم حالا که تو ایران اینترنشنال منتشر شد و راجع به تشییع جنازه خامنه‌ای بود و حالا عنوان زیبایی هم داشت که تنها رکوردی که خامنه‌ای شکست رکوردی بود که مدتی که بیرون خاک شد، از موقعی که مرد تا خاک شد که 131 روز بود و بقیه چیزها از جمله تعداد تشییع کنندگان، نوع تشییع و همه این چیزها واقعا یک چیزی بود که به مراتب پایینتر از همه دیکتاتورهای محبوب و معروف تاریخ بود، یعنی از لنین تا جمال عبدالناصر تا خمینی و بقیه افراد. حالا من از امیرهادی میخوام که مهمترین حالا داده هایی رو که از اون به دست آورده، چون بالاخره به یک سری عدد هم رسیده، یعنی فکر کنم 160,000 نفر در بیشترین حالتی که شرکت کردن بوده. حالا من میخوام یه مقدمه راجع به حالا خود محتوای گزارش و دیتاهای که دیتا، یعنی بدون سوگیری از هر سمتی، راجع به اینا اول صحبت بکنیم، ببینیم چه دیتاهایی داریم تا بعد بریم سراغ همین دیتا. امیرعلی. خب بازم تشکر میکنم، واقعا خجالت میدید آدم و واقعا خیلی خیلی متشکرم. ببین، اجازه بده من کوتاه اول توضیح بدم که چه اتفاقی افتادش. ما یه مناسبتی داشتیم، این جمهوری اسلامی دست به مناسبت سازیش خب خیلی خوبه. مناسبت های هفته فلان درست کنه، ماه فلان درست کنه، کلید واژه درست کنه، اینا خیلی خوب بلدن این کارا رو بکن. ما یه تعریفی داریم از تشییع جنازه که معمولش اینه که حالا آدم معمولی اگر فوت بکنه توی یه مسیری تابوتش همراهی میشه، میرسه به قبر، خاک میشه و مردم مثلا کسایی که علاقمندش دوستاش بودن، فامیلش بودن، میان مثلا یه خداحافظی میکنن و تمام میشه. حالا توی موارد دیگه مثلا پاپ بوده، رهبران خیلی بزرگ بودن، تابوت یه دوره مثلا یه جایی قرار میگیره، چون حجم کسایی که میخوان
خداحافظی بکنم ممکنه زیاد باشه، بیان ادای احترام بکنم. ولی جمهوری اسلامی اگر من اشتباه نکنم، البته این توی خمینی هم بودش تا حدی، حالا نه اندازه مثل خامنه ای، ولی توی دوره معاصر این قضیه رو با قاسم سلیمانی فکر میکنم شروع کرد، اگه اشتباه میکنم مهدی اصلاحم کنه، که شما بیاید توی یه شهر تابوت رو یه دور بچرخونید اونجا، بعد ببرید یه شهر دیگه یه دور دیگه اونجا بچرخونید، 10 تا شهر، و بعد این جمعیت رو هی جمع بزنید که جمعیت زیاد شه. این در مورد کلیت قضیه که چی. به نظر من اتفاق خیلی جالبی که افتاد در مورد مسیره، من پایتخت رو فقط صحبت میکنم اگه اجازه بدی، چون به نظر من اصل قصه پایتخت، حالا شما ممکنه که حالا بردن تهران و قم و مشهد توی ایران، تو کربلا توی عراق هم چند تا شهر دیگه چرخوندن، حالا ممکنه مثلا یه دور هم می‌خواستن ببرن ساوه، اون مبنا نیستش، مبنا پایتخت کشوره و منم در مورد پایتخت صحبت میکنم. توی پایتخت از شرقی ترین نقطه شهر، یعنی ابتدای خیابون دماوند، تقاطع سمت حکیمیه، شروع مراسم بود ابتدا، تا جاده مخصوص کرج و تقاطع اتوبان آزادگان. این مسیر از بیرون شرقی تهران تا بیرون غربی تهران میشه 32 کیلومتر طول این مسیر. این نشون میده که برآورد اولیه اینا یه جمعیت خیلی زیادی بوده و حالا چه فکری کردن که لوجستیکی مثلا خیلی خاصی برای تدارک دیدن، حالا جلو بریم میرسیم به اون بحثم که چقدر غذای خشک تهیه کرده بوده. این برآورد اولیه بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد اومدن گفتن که نزدیک مراسم که شد، گفتن نه، از میدان امام حسین شروع میشه مراسم تا میدان آزادی. الان مسیر چقدر شد 10 کیلومتر، یعنی مسیری که قبلا 32 کیلومتر بود شد 10 کیلومتر. صبح تشریح که شروع شد چه اتفاقی افتاد؟ صبح اومدن گفتن به دلیل پاره ای از مسائل، تشریح از تقاطع یادگار امام انجام میشه تا میدان آزادی، یعنی مسیری به طول حدود 2 کیلومتر. از 32 کیلومتر رسیدن به 2 کیلومتر. این پس در مورد مسیره. حالا اون بخشی که شما میگید که عددی بخوایم نگاه بکنیم، ببین اگر هلیکوپتر، حالا اینو مهدی جان خیلی بهترم من احتمالا میدونم، اگر هلیکوپتر توی ارتفاع مثلا 500-600 متری از سطح زمین باشه و با سرعت معمولی اگر پرواز کنه، شما میتونی از میدون امام حسین تا میدون آزادی رو توی یک ویدیوی 2 دقیقه‌ای به راحتی نشون بدید، به شکلی که کیفیتش هم خوب دیده شه و مردم ببینن. ما هیچ ویدیویی مهرداد جان نداریم که از میدون امام حسین تا میدون آزادی جمعیت رو نشون بده. خب دلیل این موضوع چیه؟ آیا جمهوری اسلامی مثلا میخواسته مراسم خامنه ای رو سانسور کنه؟ به چه دلیل این نبوده؟ کلا تصاویری که هستش که 3 تا تصویر هست که خیلی توی صدا و سیما و وبسایت خامنه ای داتایار خیلی باز نشد. یکی میشه تقاطع میدون امام حسین، خود میدون نه، از بیارتی دوربین میاد تا پل چوبی، این یه مسیر، یه تیکه ویدیوی دوم دوباره بعد از غرب میدون شرق میدون انقلاب شروع میشه ویدیو تا سر جمالزاده رو شما واضح جمعیت رو میبینید، پشتش هم شما یک سایه مبهمی از جمعیت میبینید ولی دوربین اونجا نمیره، فقط شما سایه‌اش رو میبینید. این دومین تصویر. یه سری تصویر هم که از خود میدون آزادی است. پس این شد تصاویر هوایی هلیکوپتری که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده. عکس هم ما داریم، یه دونه عکس هستش که اتفاقا خیلی هم جالب، حالا بهش میرسیم، که چهار ولیعصر رو نشون میده. عکس هم هست ولی ویدیو این 3 تا سونده.
یه ویدیو هم همون یادگاره، اون زیرگذر یادگاره بکنم. یادگار امام، آره. نه اون مسیر اصلی رو که منظورم بودش که نشون بده و حرکت کن. آره. این میشه ویدیوهای ما. حالا ما میریم سر یه اتفاق دیگه. همون روز تشییع بود یا فرداش بود فکر میکنم که رویترز اومد یه سری تصاویر ماهواره‌ای داد از مراسم تشییع. این تصاویر ماهواره‌ای یکی میدون امام حسین رو نشون میده، یکی میدون فردوسی رو نشون میده، انقلاب رو نشون میده و آزادی رو نشون میده که پراکندگی جمعیت توش مشخصه، تراکم جمعیت هم توش مشخصه. حالا شما اون تصاویر هوایی رو که عرض کردم بزرگترین جمعیت از میدون امام حسین، بعد میدون امام حسین تا پل چوبی، یک، دو انقلاب تا جمال زاده و بعد جمال زاده تا توحید با تراکم پایین جمعیت، این دومین مسیر. سومین مسیر هم شما خود میدون آزادی رو از همون یادگار امام تا خود میدون آزادی اگه در نظر بگیرید، اینا رو اگه محاسبه بکنید بر اساس طول خیابان، مساحت خیابان، عرض خیابان، یه چیزی حدود 140,000 نفر توی این تصاویر حضور دارن. خب حالا حالا اگه میخواید من زیادم حرف نزنم، بریم آره. جلوتر که بیشتر توضیح بدم. آره، اوکی. حالا یه سری نکات دیگه هم هستش که بالاخره قاعدتا وقتی راجع به عدد صحبت میکنیم باید راجع به یگانگیشون هم صحبت بکنیم دیگه. یعنی حتی اینکه اینا چقدر با هم اوورلپ دارن، این تصویرها در چه زمانی گرفته شدن. به جایی که همین دقیقا میدونم همینه. دیتایی نداریم که همزمان گرفته شده باشن که بشه اینا رو جمع زد. و حالا راجع به امیرعادی صحبت کردیم، راجع به مهدی هم واقعا بگم همیشه حالا به عنوان کارشناس میاد ایران اینترنشنال یا جای دیگه یه بخش مقفولی از حالا کارهایی که ما باید بکنیم، چون ما از چیز گفتیم دیگه، یعنی به صورت شوخی جدی همیشه میگن که آقا مثلا حکومت و آخونده و بقیه با عدد دشمنی دارن، عدد نمیفهمن. و یکی از کارهای مهمی که انجام میده اینه که واقعا خیلی بر اساس دیتا بحثایی که پیش میاد رو جلو میبره و این واقعا یه بخش مقفولیه که هی باید بیشتر بهش توجه کنیم و هی باید بیشتر روی عدد دیتا رو راجع به این چیزا تمرکز کنیم. حالا با همین مقدمه از مهدی میخوام که حالا راجع به این بحثایی که امیر هادی کرد و حالا اون درک و دریافت و اطلاعات و دیتاهایی که خودش هم داره رو با ما به اشتراک بذاره. بله، عرض کنم که من با اولا تشکر میکنم از این توضیحی که دادیم. من با همین موضوع اندازه‌گیری جمعیت شروع کنم. به هر حال جمهوری اسلامی همواره از کودکی حداقل ما یاد داریم که با این لغت میلیونی همه جوره در هر واقعی جمله ساخته. همه آمدن. بله، از اصلا شروع این دروغ‌های با عددها از اون خط اول به قول خودشون به بسم الله جمهوری اسلامی شروع میشه. یعنی خط اول، پاراگراف اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با یه دروغ شاخداری شروع میشه که خود عواملی در داخل جمهوری اسلامی با مستدل و مستقیم دروغ بودنش رو تایید کردن. یعنی تعداد کشته های پیش از انقلاب اسلامی، یعنی قبل از اینکه مسلمون ها به هر حال اینجوری کشور ما رو به این وضع بندازن، مدعیان که یه تعدادی کشته شدن و عدد 60,000 رو اعلام میکنن که خودشون و محقق خاصی که برای بنیاد شهید تحقیق انجام داده نشون داده که این عدد نادرسته. ضمن اینکه خب آمار بنیاد شهید و بنیاد 15 خرداد هم هست و میدونیم که به هر حال جمعیت تحت پوشش اینها چقدره و این یه دروغ شاخداره. برای اینا از اول شروع کردن با این لغت میلیونی دروغ ساختن و پیوسته پیش رفتن. اما خب ما برای به یه جایی رسیدیم که در حقیقت ابزارهای سنجش و راستی آزمایی ادعای حکومت هر چقدر که رسانه و دسترسی به محقق آزاد و مستقل رو ببند جمهوری اسلامی، بالاخره به جای تکنولوژی رسید که تک تک مردم حالا امکان اینو دارن که بفهمن یا حداقل ابزار دست خودشون هست، اگه خودشون هم انجام نمیدن بتونن بفهمن که اگه یه کسی تحقیق میکنه و میگه که مثلا از خیابون آزادی تا انقلاب مثلا انقدر جمعیت هست، خب خودشون هم میتونن برن ببینن اینا.
دو تا مسئله در اینجا وجود داره. یکی این که اینو باید توجه کرد که ما در موقع فکت چکینگ وقتی جیوفنس میکنیم اصولا نمیریم توضیح بدیم که چند نفر در این مراسم شرکت کردن. مثلا این بیشتر کار پلیس، نیروهای امدادی، حداقل در دنیای آزاد مثلا پلیس فلان شهر میاد میگن شرکت کردن، شهرداری‌ها. بله دقیقاً این که باید محیط شهری رو اداره بکنه. کاری که ما میکنیم به عنوان فکت چکر میگیم که آقا در این مساحت چقدر جمعیت جا میشه. حالا اگه میتونید چجوری پرش بکنیم. وقتی هم میگیم مساحت چقدر جمع میشه، این دو تا عامل وجود داره توش. یکی این که اون مساحت چقدره، یکی این که چقدر آدما میتونن تو هم برن. تحقیقات زیادی وجود داره. حالا من مثلا الان لینک خاصی مد نظرم نیست، تو ذهنم نیست که بهتون بگم، ولی اینا میشه سرچ کرد. هم جاهای دیگه، حالا نمیدونم تو امیرهادی اون جاهایی که رفرنس هستن یا مقاله های علمی که منتشر شده، مقاله های ISI در مورد اینکه چقدر آدم کنار هم میتونن هم تحمل بکنن رو دیده یا نه، میتونیم به اونا رفرنس بدیم. چیزی کلی که من تو ذهنم هست تو این سال‌ها حداقل در زمینه ژئوفنسینگ و اندازه‌گیری جمعیت، اینه که در یک مساحتی هولوش هر متر مربع یک نفر فضای بسیار بسیار تنگیه که آدم‌ها میتونن تحمل بکنن. یعنی اگه شما دستتون از دو طرف باز بکنید تا آرنج، یعنی از این آرنج تا اون آرنج، نه تا کف دست، از این آرنج تا اون آرنج، جلو و عقب، چپ و راست، این فضای بسیار تنگیه. یعنی شما دستتون باز کنید یکی این بغلتون وایساده، این خیلی فضای تنگیه. این فضای یک نفر در هر متر مربع. و ما می‌بینیم که در بعضی اندازه‌گیری‌ها همینجوری افراد مثلا یک تخمین رو می‌ذارن، میگن فرض کنید 2 نفر در هر متر مربع، 2.5 نفر در هر متر مربع. به طور خاص من به تخمینی میخوام اشاره بکنم که فرانس 24، بخش راستی آزمایی فرانس 24 از جمعیت داخل خیابون زده بود در یکی از روزهای قبل از در حقیقت مراسم خامنه‌ای، هولوش 3-4 ماه قبل بود، و در مورد جمعیتی که تو میدون انقلاب جمع شده بودن، همون ویدیویی که یک خبرنگار جمهوری اسلامی بالای هلیکوپتر بود که اونم یه داستانی شد، تخمین زده بود 2.5. که من گفتم خدمت دوستان که خب ایرانی تبار هستن و خب به هر حال ایرانی هستن و وابستگی های خاصی دارن، اینه که شما تو دفتر خودتون یک مربع 2 متر در 2 متر در 2 متر، هر کاشی 50 سانتی دیگه، تو 4 کاشی افقی، 4 کاشی عمودی، 10 نفر جمع شید. ببینید 10 نفر شما میتونید تو هر متر مربع 2.5 نفر جا بدین. یعنی این عدد از کجا میارین؟ 2.5 نفر در هر متر مربع اتفاقیه که تو کرمان افتاد که باعث شد که جمعیت تشکیل کننده قاسم سلیمانی له بشن، بمیرن. 2.5 نفر در متر مربع خیلی نزدیک در آستانه مرگه. به 3 نفر برسه همه میمیرن. اصلا نمیدونن تصور بکنید که 1 نفر در هر متر مربع چقدر جمعیت چگالیه. و خب ما می‌بینیم که اکثر رسانه‌های ایرانی، حالا فکت چکرها و غیره، از این واژه 1 نفر در هر متر مربع یه نماز جماعت میره شرکت نکرده که بده آقا هر آدمی می‌خواد وایسی $2 بشه 2 متر مربع حداقل جاشه. برای این عددا کلا عددهای فضاییه. و اگه ما بخوایم مثلا با تصور خودمون بدون یه امتحان، بدون یه درک درست از عدد، بدون کوچکترین چیزی از عدد بخوایم، یهو به این نتیجه میرسیم که در مراسم خامنه‌ای 3 میلیون نفر گنجایش داره شرکت میکنن که این اعداد فضایی هست. جور دیگه که میشه ما غیر از ژئوفنسینگ این مسئله رو بررسی بکنیم، مسئله لوجستیکه. اصلا 3 میلیون نفر رو من عدد جمهوری اسلامی میدونیم فضایی 43 میلیون نفر، ولی 3 میلیون نفر که بعضی از به اصطلاح دوستان خبرنگارها و رسانه‌ها و فکت چکرها منتشر کردن به عنوان ماکسیموم، اصلا این چقدر آب خوردنی لازم داره. یعنی شما در روز 8 لیوان آب بخوره دیگه. حالا بگین تو اون گرمای تو خیابونم قرار نیست تغییر بکنه. این 8 لیوان آب چقدر آبش که اون 3 میلیون نفر اون روز اضافه تر از جمعیت باید بخورن و چجوری قرار برسه به اون مسیر توی خیابون آزادی؟ خب اینو شما توضیح بدید دیگه. اگه میگی که 2 میلیون 3 میلیون نفر وجود دارن، شما دیگه اینا چجوری با چه وسیله نقلیه‌ای اومدن؟ مترو تهران که در گزارش رسمی شورای شهر تهران گفته ظرفیت جابجایی جمعیتش در روز 3.5 میلیون نفر، چجوری میاد رئیس مترو یا مسئول مترو میاد میگه 11.5 میلیون نفر رو جابجا کردیم؟ خب این مسئله لوجستیک رو اگه ما در کنار اون مسائل مربوط به واقعیت‌هایی مثل چگالی جمعیت تو هم رفته کنار هم بذاریم، واقعا به عددهای
منطقی تری میرسیم. متاسفانه این مقایسه، حالا غیر از مقاله امیرحادی، اینجور چلنج ها با این جمعیت رو من ندیدم رسانه دیگه انجام بده. بعضی رسانه ها که متاسفانه فقط تکرار میکنن، بعضی هم حالا خیلی زحمت میکشن میگن جمهوری اسلامی این ادعا رو مطرح کرده. حالا فارغ از اینکه وظیفهشون به عنوان روزنامه‌نگار اینه که دهش بگن که آقا این ادعا فراتر از واقعیت‌های طبیعت هست، اینو ولی نمیگن. اینکه 3 نفر تو هر متر مربع چجوری جا میشن و نمیمیرن رو اینو نمیگن، توضیح نمیدن، ولی میگن که اگه اینطوری بگیم. و این متاسفانه یه معضلیه که ما بدون دیتا و اینا حرف میزنیم. آره نه حتما همینطوره. و حالا این فرانس 24 رو گفتی که در متر مربع 2.5 نفر. حالا یه مسئله ما که حالا خیلی بحث ادیتوریال و بحث موضع های سیاسی اینا، اگر یک روزی ما می اومدیم اعلام میکردیم که در حمایت از مثلا شاهزاده رضا پهلوی در ایران انقدر جمعیت اومدن و این رو به عنوان معیار میگرفتیم که در هر متر مربع 2.5 نفر جمع شده بودن، همینا اولین نفرهایی بودن که می اومدن میگفتن که شما عدد نمیفهمید یا هر چیز دیگه. یعنی کاملا بر اساس موضوع اینا میان این دیتا ها و این اجنده های خودشون رو عدد سوار میکنن. حالا امیر بله حادی بله، با مگه تو. در مونیخ این کار نکردن؟ در مونیخ آره این در کار مونیخ کردن، آفرین. ولی الان ساکتن، همه ساکتن. هرچی جمهوری اسلامی اعلام کرد انقدر میلیون نفر آمدن، تمام. آره در مونیخی که در یک کشور آزاده که پلیسش طرفدار مثلا رضا پهلوی نیستش که بیاد یه عددی بگه، یعنی صرفا یه عدد رو یک نهادی در یک کشور دموکراتیکی گفته و اینقدر زیر سوالش بردن، ولی اون وقتی که به جمهوری اسلامی و عددسازیش میرسه حتی توجیه هم میکنن دیگه با همین چیز خنده داره در هر متر مربع 2.5 نفر. امیر رو دیگه خواستی. من یه عالمه نوت برداشتم که بگم، ولی جالبتر از همه این که همشون هم با ادعای این که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم. بله اما بیاین ببینیم که تو مونیخ انقدر اومده بودن، بیاین ببینیم که تو تورنتو انقدر اومده بودن و یه درکی اصلا ندارن که آقا شما برای اینکه یه مقاله بنویسی یه دلیل باید داشته باشی، یه توجیه باید، هر کاری بخوای بکنی باید یه توجیه داشته باشی که آقا من این کار میخوام بکنم. وقتی ما میایم مثلا ادعای جمهوری اسلامی در مورد تشییع جنازه خامنه ای رو فکت چک میکنیم یا به چالش میکشیم، دلیلش اینه که توی اون مملکت رسانه آزاد وجود ندارد. یک، مردم به راحتی نمیتونن از ارتباطات استفاده بکنن. دو و سه که از همه مهمتری اینه که جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی در دروغگویی داره. ما به خاطر این کارو میکنیم. و الا همون چیزی که شما فرمودی، آیا پلیس آلمان مثلا پادشاهی خواهه یا پلیس کانادا پادشاهی خواه؟ وقتی توی همه جای دنیا، مثلا الان اینجا ملکه الیزابت از دنیا میره، تشییع جنازه میگیرن و خاک میکنن، میگه انقدر تعداد نفرم آدم اومدن. هیچ کس نمیده اینو بشینه فکت چک کنه ببینیم آیا پلیس بریتانیا درست میگه، راست میگه، دروغ میگه. به خاطر اینکه همه اونجا بودن و هیچ چیزی هم نبوده، هیچ مانعی هم نبوده. ضمن اینکه توی بریتانیا مثلا نمیان تخم مرغ آبپز به مردم رایگان بدن، درآمد توریست هم کسب میکنن از تشییع جنازه ملکه بریتانیا. این نکته درستی بودش که اشاره کردید. ببین در مورد اون هر نفر در متر مربع که مهدی جانم گفتم، یه مسئله ای که ما با اینا داریم، ترکان، اکبر ترکان یه مناظره ای داره با این حجت مالکی، عبدالمالکی. یه جای گیکی. مناظره که دیگه آره خیلی بهش فشار میاد، ترکان برمیگرده میگه که آقا شما از دو حالت خارج نیست، یا عدد نمیفهمید یا عدد نمیفهمید. ببین حالا آرنج و اینا رو سخت نکن مهدی جان، از این شونه من تا این شونه من 50 سانته. شما یک انسان طبیعی و نرمال معمولا از این شونش تا این شونش 40 تا 50 سانته. عمق بدن هم یه 20 سانتی هست دیگه بالاخره.
از نظر شرعی مشکل داره. اینا هم قاطی بودن، یعنی زن و مرد بودن دیگه. شما چطوری یعنی بیشتر از 2.5 نفر در 1 متر مربع، یعنی قطعا زن و مرد به هم دیگه خیلی فشرده بودن. این یه موضوع دوم اینه که 1 متر مربع رو که ما میگیم حد اقل فضاییه که بشه توش راه رفت، که کسی نتونه خورده بگیره، وگرنه خیلی دست بالاست. به خاطر اینکه شما 50 قدم جلو بخوای پا بذاری، 50 قدم هم عقبی بخواد بیاد، خب میشه 1 متر مربع دیگه. این یعنی میخوام بگم زیاد مسئله قامه اینا، حتی اگر ذره فکر بکنن، همون آزمایشی که شما میگی، خودشون بایستن ببینن آقا توی 1 متر مربع 2.5 نفر میتونن بایستن. حالا وایستادی راه برو توی درجه حرارت 40 درجه ظهر تابستون، زنا اونجوری چادری، مردم اصلا اصلا یه وضعی میشه، نمیشه اصلا میشه 1 نفر. این هم یه نکته. حالا بخوام برگردم به هم بحث عددی که عرض کردم خدمتتون، و اینی که چرا نمیپرسن، سوال نمیکنن، همون ادعای جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن. ببین هر کیلومتر 1000 متر دیگه، درسته؟ شما میگی آقا 10 کیلومتر میدون امام حسین تا میدون آزادی ملت اومده بودن. اصلا ما کاری هم نداریم با اینکه تصویر هوایی یک پارچه که از امام حسین تا آزادی رو یه سر نشون بده، نیست. با این هم کاری نداریم که اونی که الان تو امام حسین میدون انقلابه 2 ساعت قبل تو امام حسین بوده یا نه. اصلا همه این جمعیت منحصر به فرد از انقلاب تا امام حسین، هم از امام حسین تا آزادی هم پر بوده. تو هر متر هم 1 نفر بوده. مگه نمیگی 10 کیلومتر بوده؟ میشه 10,000 متر. مگه عرض خیابون یه جاهای خیابون انقلاب میشه 30 متر، مثلا بعد امام حسین 30 متره، آزادی میشه 40 متر، شاید بشه مثلا بیشتر بشه به 50 متر هم برسه. میانگین شما بگی 40 متر، 10,000 متر ضرب در 40 متر میشه 400,000 متر مربع. تو هر متر 1 نفر باشه میشه 400,000 نفر. حالا ببخشید مهدی جان اینو من میگم، ولی شما فرض کن 2 نفر هم بودن، اصلا چسبیدن به هم، اصلا میشه 800,000 نفر. 3 میلیون رو شما از کجا دارید میارید؟ اصلا این رقم با هیچ منطقی سازگار نیست. ولی این که خبرنگارا اینو میگن بر من جالب بوده سر خمینی. حالا اگه در ادامه رسیدیم به مقایسه کردن و رکوردها و کیفیت مراسم، عرض میکنم زمان خمینی یه عددی رو جمهوری اسلامی گفته 10,200,000 نفر. همیشه دقت کنی یه خورده ای همون طرح میذارن که ما خیلی دقیق بودیم. 10,200,000 نفر. همه اینو بازنش کردن. یه دونه فقط خبرنگار نیویورک تایمز اومده گفت آقا نمیخورد، گفتن 10 میلیون نمیخوره، این 3 میلیون بیشتر جا نمیشدن آدما. ولی خبرنگارایی که زمان از بعد خاتمی توی ایران فعالیت میکردن، که معاونت مطبوعاتی هم همین حاجی خوشوقته که حاجی خوشوقت در واقع میشه برادر زن پسر خامنه ای دیگه اگه اشتباه نکنم، بله. که پسر همون آیت الله خوشوقت. آره مثلا زمان خوشوقت اینا بیشتر راه افتاد دیگه. خبرنگارای خارجی رو اینا هی دفتر آوردن و بیایید و تجهیزات نیرو بیشتر بیاید. ولی شما خبرنگار خارجی باشی تو ایران بخوای بری گزارش تهیه کنی، با یه دور و برت بالاخره آدم هست، یا یکی از اون تیمی که داره باهات میاد خودش هماهنگه، و همینجوری نیست که تو ایران بتونی به عنوان خبرنگار خارجی بری تو خیابون گزارش بگیری، اونم کنترل میکنن. اینم نکته‌ایه که به نظرم باید بهش توجه بشه. من اینا رو نوت برداشته بودم. و حالا فکر کنم رویترزی که گفتی حالا تصاویر رو منتشر کردی، رویترز فکر کنم معدود یا تنها رسانه بین المللی تو ایران دفتر داره.
نه CNN الان که CNN CNN که داشت خبرنگارش هم سیاه پوشیده بود. ام. آره اونم بود. CNN رویترز ایرانش از دبی مدیریت میشه. آلمان آره ولی فکر هستش. کنم رویترز دفتر داره تو ایران، یعنی تو رسانه آمریکایی منظورم. آره آره ولی آره. خب ادامه بده. آره هیچی. رویترز هم حالا درسته که تصاویر رو منتشر کرد رویترز هم، ولی رویترز هم میلیونی زده بود و رویترز اصلا زنده داشت پخش میکرد. نمیدونم دقت کردید یا نه، اون زنده هم پخش میکرد. حالا اینه. رویترز توییت اولش میلیونی بود، توییت دومش زد صدها هزار. ام. خب آخه مهدی جان ببین، یه موقع هست شما 850,000 نفر داری، میای 850,000 نفر با یه اغمازی میگی مثلا 1,000,000 نفر که بعد بتونی بگی جمعیت بله. میلیونی. یه موقع هستش که 1,800,000 نفر داری، میگی آقا حالا من بگم 2,100,000 نفر، بگم میلیون ها. ولی واقعا این که تو یه جمعیتی که 100,000 نفر، 150,000 نفرن و بیا یه دفعه برداری چیزش بکنی که آقا میلیون ها نفر، واقعا یه چیز عجیب غریبیه به نظر من. ام. این نمیدونم تو عددی که دنیا سابقه دادن داره یا تو نه. اکثر رسانه ها، حالا برای اینکه بدونیم دقیقا راجع به چی صحبت میکنیم، راجع به تشییع تهرانه همه این عددهایی که گفتن 3 نه میلیون نه منظورم، حالا نه نه یا تشییع جنازش در اون 3 همین روز دیگه. 4 روز. الان میرسیم به بحث بعدی. مثلا یه سری از سایت ها، الان نمیدونم اسم بیارم نیرم من، همین بیارم. فکتنامه یا خیلی از روزنامه های خارجی دیگه مجموعش رو گفتن. یعنی گفتن قم، مشهد، تهران و توی تهران هم اون 2 روز گذاشته بودنش تو مصلا. اون روزایی که تو مصلا بود و حساب کردن، تمام اون جمعیتی که اومدن خارج شدن. حالا باز سر این بحث من بحث دارم که شما چطوری اندازه گرفتید که چقدر وارد شدن چقدر خارج شدن. جمعیتی که مصلا اومدن و رفتن به علاوه تشییع تهران، به علاوه تشییع قم، به علاوه تشییع عراق، به علاوه تشییع مشهد، همه اینا رو جمع زدن و بعد گفتن که میلیون ها نفر شرکت کردن که دیگه اوجش هم خبرگزاری فارس بودش و البته چیز رسمیشون شده 43 میلیون نفر. 43 میلیون نفر واقعا شرکت عدد کردن. نمیفهمن، واقعا عدد نمیفهمن. همشون تیک زدن 43 میلیون نفر. منطقی دیگه، همه رفتن دیگه، یعنی هر کسی که میتونست راه بره رفته دیگه. ببین مسئله عدد نفهمیدن یه چیز اساسیه ها. امروز من دیدم که معاون وزیر ارتباطات گفته که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد 7% رشد کرده. بعد اینو به عنوان دستاورد میگفت. وقتی کل اقتصاد 10% سقوط کرده، یعنی تولید جی دی پی 10% سقوط کرده، اون که 7% رشد کرده قدر مطلقش معلوم کمتر شده. یعنی سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ریالیش از پارسال کمتر شده، در حالی که همه دنیا رو به پیشرفته، مال ایران کمتر شده. ولی این یه جوری اومده با عدد بازی کرده که چون مخاطب یا حالا اون رسانه‌ای که قرار خبرشو منتشر کنه نمیفهمه، اینو به عنوان یه دستاورد گفته که آره سهم اقتصاد دیجیتال شده 7 و 15%. و این واقعا خیلی خنده داره که یارو شکست خودش رو با جمله بندی، تغییر جمله بندی، یه جوری به عنوان پیروزی داره میفروشه به رسانه، هم بدون اینکه فکت چک بکنه، تکرار بکنه، فقط تکرار حالا بکنه همین بنش. عبدالمالکی که حرفش رو زدیم میگفتش که با 1 میلیون در ماه میشه کارآفرینی کرد دیگه، یعنی اون دوره‌ای که میخواست وزیر شه همچین چیزایی میگفت. حالا آره. راجع به این عددا اینا، اگر باز مثلا بحثی هر کدومتون دارید انجام بدیم که بعد بریم سراغ این که اصلا چرا این بحثی که ما میکنیم اهمیت داره و اصلا جمهوری اسلامی از این چه استفاده میخواست بکنه و میخواد بکنه، که حالا امیرعلی یه جایش رو بالاخره بهش اشاره کرد که بالاخره این سیستم پروپاگاندای جمهوری اسلامی یا با همین عدد سازی ها یا دنبال مشروعیت داخلی یا خارجی، که حالا به این میپردازیم. ولی
اگر بحثی در این زمینه مونده مهدی. من این چیز کوچولو فقط بگم آره. برم در مورد اون رویترز که امیر هادی گفت. ببینید رویترز اومد اول صبح، حالا اول صبح به وقت ما در آمریکای شمالی، یه مطلبی زد که میلیون ها نفر شرکت کردن. چند ساعت بعد دوباره یه توییت دیگه زد، گفت صدها هزار نفر. اصلا من کاری به این عددا ندارم. همین توییت اول که زد، خب مردم شروع کردن واکنش نشون دادن و این شروع کرد با توجه به بازخوردی که از مردم میگیره و فهمیده که چقدر فضایی و بعدم که عکسای ماهواره‌ای در اومد مردم نشون دادن و اینا، فهمید که چه عدد الکی گفته، اومد عدد دوم رو گفت. این نشون میده که همونقدر که عدد اولش الکیه، عدد دومش هم الکیه. یعنی به طور کلی رویترز اعتبارش رو در بیان تعداد حضار این تشییع جنازه از دست داده. دیگه تو وقتی که از صبح تا بعد از اون نظرتو عوض میکنی، یعنی هم نظر صبحت تحت یه عوامل دیگه بوده، هم نظر بعد از اون تحت تاثیر فشارهایی که از سوشال مدیا، در حالی که تو اگه عدد رو از مسیر مستقل راستی آزمایی شده به دست آوردی متدولوژیم اینه، عدد نتیجه نهایی من اینه، هر چقدر شما بیاید توییت بزنید من نظرم عوض نمیکنم، شما باید به متدولوژی من ایراد بگیرید. خب ولی وقتی اینطوری عوض میکنه، این که رویترز که اعتبارش از دست میده و متاسفانه حداقل در مسئله ایران اسطوره‌های روزنامه نگاری، تاریخ روزنامه نگاری مثل واشنگتن پست، مثل نیویورک تایمز، سی ان ان که حالا 30-40 سال در دنیا مطرح شده، اونایی که قرنها از تاریخشون میگذره، از اونایی که تو بریتانیا هستن، گاردین، بی بی سی، اینا همه اعتبارشون رو از دست دادن. اینها تبدیل شدن به رسانه هایی که مسئله ایران یا براشون یه چیز علسوی است که حاضر نیستن انرژی بذارن برای فکت چکینگ در بهترین حالت، در بدترین حالت هم که تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن. و متاسفانه اسمایی که واقعا باید برای ما در تاریخ همیشه بودن، حداقل من به عنوان روزنامه‌نگار گفتم رویترز دیگه قله هست، بی بی سی مثلا در خارج از آمریکا دیگه قله، دیگه ته روزنامه‌نگاریه. الان ما می‌بینیم که اعتبار که اولین چیز روزنامه‌نگاری رو دارن از دست میدن دیگه، چه برسه دیگه بقیه کارایی که میکنن. آره خیلی درسته. حالا به نظر من، حالا به اینجا که رسید، به اینجا بحث رسیدیم، اگه به نظرم میشه یه خورده راجع به همین کمپینی که سر مرگ خامنه ای ایجاد شد و حالا محوریتش هم بیشتر، یعنی اون چیزی که داریم صحبت میکنیم راجع به همین رسانه های جریان اصلی غربیه، که به نظرت اصلا چه هدفی رو داشتن، یعنی از ابتدا، و این نوع عددهایی که میدن با چه اجندای سیاسیه یا صرفا ببین سخته که این چیزا رو اشتباه دونست، می‌دونی؟ چون اشتباه یه باره دو باره، یا مثلا اشتباه یه سری ویژگیهایی داره دیگه، اینه که تو در قبال دو طرف اشتباه میکنی، مثلا هم در قبال جمهوری اسلامی اشتباه میکنی، هم در قبال اپوزیسیون. ولی وقتی که همه این اشتباه ها صرفا در راستای حمایت از جمهوری اسلامیه، یعنی در راستای اه، ترویج اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی، احتمالا دیگه تو چیز میکنی، تو یه خورده باور نمیکنی که اشتباهه. حالا میخوام ببینم راجع به حالا این کمپین های چه میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشنی که ایجاد شد برای مرگ خامنه ای، و دوم اینکه چه اصلا اجندایی رو پیگیری میکردن و مسئلهشون چی بود. یعنی من یه مقداریش رو میفهمم، یعنی از این بابه که خب بالاخره اینا همه این رسانه‌هایی که نام بردیم بالاخره ضد جنگ و ضد ترامپ هست. یعنی اول از همه ضد ترامپ هم، بعد حالا به دلیل اینکه ترامپ جنگ کرده ضد جنگ هم هستن، و اینا زمان اوباما مثلا بود شاید این اتفاقا نمیافتاد. برای همین میخوام توضیح راجع به این بدی برامون اگر ممکنه. من فکر میکنم که از همینجا شروع میشه اینکه رسانه ها زده. اصلا رسانه اگه برای خودش اجندای خارج از خبررسانی، خبر دقیق و صحیح، اگه چیزی غیر از این داره چیز میکنه، مثلا ضدیت با ترامپ، ضدیت با، دیگه رسانه نیست. از چارچوب های رسانه و مطبوعات باید خارج بشه. مطبوعات توش خبرنگار آزاده هر حرفی بزنه، کارگزار رئیسش هم نیست، یعنی کارگزار صاحب رسانه هم نیست، کارگزار مردمه. اصلا شکل اینکه بنگاه مطبوعاتی با بنگاه چه میدونم اقتصادی و کالای غذایی و ماش خودرو فروشی فرق داره و تبدیل میشه به یک رکن مستقل دموکراسی در کنار 3-4 رکن دیگه. این
به خاطر همین چارچوب ها و ارزش هایی که بهش حاکمه که تو به عنوان کارمند رسانه به رئیس رسانت جوابگو نیستی، به مخاطب رسانت جوابگو هستی. یعنی چیزی وارد میشه که توی بنگاه های عادی وجود نداره. بنابراین شما وقتی رسانه میشه ضد ترامپ، پایان رسانه است. اون دیگه مثلا یه چیز دیگه باید اسمشو بذاری، چه میدونم دستگاه پروپاگاندا یا روابط عمومی، پی آر، اسمشو باید اینا رو بذاری. در این کمپین اول یه نکته بگم در ادامه صحبت امیرهادی در مورد خبرنگارایی که از خبرنگار خارجی که میان ایران، یکی دو تا قسمت از پادکست بزرگمهر شرف الدینم به خوبی اینها رو باز کرده. 2-3 تا مقاله نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا رو نشون داده و یکی از اون ویدیوهایی که اون هم خبرنگار CNN و بعضی خبرنگارای دیگه در زمان جنگ، بعد از جنگ 12 روزه توی توری بردنشون کرج و اینا تا رفتن رشت، خونه اون یکی از این تکنسینای بمب اتمی که اونجا رو نشون دادن به اینها، توی شهر آستانه فکر میکنم حمله کرده بودن بهشون. تو اون تور ما دیدیم که در تمام مسیر، چه اینا رفتن فرودگاه آزادی، چه رفتن جاهای دیگه، همیشه یکی دو تا به اصطلاح مترجم از سمت وزارت ارشاد همیشه همراه ایناست که به اصطلاح این مترجمن ولی وابستن به حراست وزارت ارشاد که هماهنگن با اداره کل حراست‌های کشور در وزارت اطلاعات. یعنی هر خبرنگاری که در داخل ایرانه همراهش یکی یا دو تا، این هم همه جا هم هست، در کشورهای کمونیستی، در جام شوروی بوده، در چین بوده، در کره شمالی هست، از اینا هستن. این یه نکته. و حتی تو همون مستند CNN هم ما میبینیم که اون خبرنگاره با وجود اینکه این همه کلو داره ولی هیچ حرفی نمیزنه. مثلا بهش میگه که ما بریم فلان جا هم ببینیم، بعد مترجم میگه نه اینجا رو نمیتونی بری ببینی. و این ویدیوش هست توی اون مستندی که CNN و PBS بعد از جنگ 12 روزه تولید کردن. این کمپین ها همونطور که گفتم محوریت و برنامه‌ریزیش در وزارت اطلاعات انجام میشه، در اداره رسانه‌های خارجیشون انجام میشه، اجراش با وزارت ارشاده. توی این مراسم عباس صالحی گفت که یعنی قبل از مراسم وزیر ارشاد گفتش که 600 خبرنگار و نماینده رسانه خارجی میان. ما علاوه بر وزارت ارشاد یه نهاد دیگه‌ای داریم که اون نهاد هم مشابه وزارت ارشاد اما تحت کنترل خامنه‌ای، یعنی تحت کنترل رهبری. من این نهادهای چیز رو همیشه میگفتم تحت کنترل خامنه‌ای، اما خوشبختانه خامنه‌ای مرده و حالا میگم تحت کنترل رهبری. این خامنه‌ای دوم که من نیستم واقعیت داشته، جونیور پسر دوم زنده نیستش، اونم احتمالاً زنده نیست. بله آره منم فکر میکنم که زنده نیست. به هر حال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیگه کارش خبری نیست، این رفته بلاگر دعوت کرده. اینا هم گفتن که 400 تا ما بلاگر دعوت میکنیم. BBC، CNN، نیویورک تایمز، اسکای نیوز، الجزیره که دیگه ابایی نداره از اینکه پروپاگاندای جمهوری اسلامی باشه، اینها رو مدیریت میکرد. ما در مورد در حقیقت این بلاگرها هم میشناسیم دیگه، از همون بشرا چیچی که در لندن، مکس بلومنتال، جکسون هینکل، کریستوفر هلالی، اینها هستن دیگه. خب ماهیت اینها پستایی که در گذشته منتشر کردن، وابستگی هاشون، چه این قسمت بلاگرها و اینفلوئنسرها منظورم کاملا مشخصه و اینها هم از چارچوب خبری پیروی نمی‌کنن، از چارچوب به هر حال دیجیتال مارکتینگ پیروی می‌کنن که قرار توی اینستاگرام و توییتر و اینا نفوذشون رو داشته باشن و به هر حال اون محتوایی که تولید میکنن در چارچوب دیجیتال مارکتینگ ما باید ببینیم. بشرا شیخ بود. کلا این کسایی که اومدن شاید میشه گفتش که 10-15 تاشون واقعا فالوورهای چند صد هزار نفری و میلیونی دارن و جمهوری اسلامی نه فقط در این مراسم خاکسپاری بلکه قبل از اون در جنگ و قبل از اون در جنگ 12 روزه و در تمام این دوره‌هایی که جمهوری اسلامی جنایت انجام داده، مثلا از زمان مهسا امینی بعدش اینا اومدن در داخل کشور دوری زدن که نشون بدن با مثلا روسری پایین میتونن بچرخن. اینا همواره جزء اجزای پروپاگاندای جمهوری اسلامی در جهان خارج بودن. یعنی دو تا جریان متفاوت رو در نظر بگیرید، جریانی که از طریق وزارت ارشاد کارگزاری میشه و رسانه‌های رسمی رو در دنیا کنترل میکنه، اهم از خبرنگاری که در داخل ایران هستن
و به احتمال زیاد خبرنگاری که در لندن و واشنگتن و نیویورک نشستن و اگر ما دلیل مستقیمی نداریم که با جمهوری اسلامی در ارتباط دارن، حداقل دلایل غیر مستقیمی داریم که روزانه در کمپین های جمهوری اسلامی مشارکت کنن. کما که ما الان در زمانی که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم، یکی از این کمپین ها، یعنی حضور احمدی نژاد به عنوان آلت اسرائیل، الان در جریان توسط جمهوری اسلامی در رسانه‌های غرب. و همین احمدی نژادی که ما امروز داریم صحبت می‌کنیم راجع به اون قضیه میدون امام حسین، الان امیرهادی گفت در همون میدون امام حسین حضور، این تو اون تیکه اینور خیابون دماوند تا سر پل چوبی، احمدی نژاد تو اون مراسم خاکسپاری خامنه‌ای وجود داشت، حاضر بود. اینا دارن میگن در غرب دارن میگن که نه، اسرائیل می‌خواسته اینو بکنه رهبر جمهوری اسلامی. ترامپ گفته نه، رهبر بعد قالیباف از باید جمهوری بشه. اسلامی تازه هر رهبر چی که بعد. هست، جمهوری اسلامی قبل و بعدش همه با هم کثافتی که هستن. این گفت یه چیز بگم داخل پرانتز، اول برنامه گفتی که این بزرگترین پروپاگاندای جمهوری اسلامی، باید مخالفت بکنم. بزرگترین پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که در طول تاریخ گفته من یه حکومت نرمالم، یعنی یک حکومت نرمال قرن 20 پست وستفالیان مدرن هستم. جمهوری اسلامی اصل دوم قانون اساسیش میگه که این حکومتیه برای برقراری لا اله الا الله و فلان. یعنی این میره خودشو میبره 500 سال قبل در قرون وسطا. یعنی اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اینه که ما یه حکومت قرون وسطایی هستیم و این پروپاگاندا که خودش رو به عنوان حکومت مدرن در دنیای امروز جا زده، اتفاقا یکی از متاسفانه موانع رسیدن مردم ایران به حق خودشون، یعنی آزادیه. و به هر حال یا غربی‌ها رو اینطوری سعی میکنن گول بزنن یا به هر نحوی میخوان بگن که جمهوری اسلامی یک حکومت طبیعیه مثل بقیه شما، که بعضی جاها هم خب آره کار بدم میکنه، تو همه جای دنیا، تو ترکیه هم آدم میکشن، مخالفاشون رو زندانی میکنن، عربستان، بله همه جا این کارو میکنن. این حکومت چارچوب مدرن دارن، شما حکومتتون چارچوبش مدرن نیست، به نام یک موجود موهومی به اسم الله، که الان بر فرض که الله هم وجود داشته باشه، این که چجوری الله چیزش عملیاتش در اداره جامعه رو منتقل میشه به خامنه ای، همینم علمای شیعه باش مشکل دارن. ولی شما میگید که یه چیزی وجود داره به اسم الله که حاکمیت در ایران متعلق به اللهه. این بزرگترین پروپاگاندای جمهوری اسلامی که گفته نه، این حاکمیت در ایران متعلق به مردم، در حالی که حاکمیت در ایران، حکومت و قدرت نظامی و سیاسی، هر نوع قدرت اقتصادی در ایران در دست یک موجود موهومیه به اسم الله که یه دی به عنوان خودخوانده عامل الله دارن کار میکنن. به هر حال من خیلی منحرف شدم، برگردیم به بحث. البته همین پروپاگاندا دارم، همین رسانه‌های که عرض کردم خدمتتون درش نقش داشتن، ولی به هر حال 600 خبرنگار اینا دعوت کردن. همه این افراد شواهد جدی وجود داره در گذشته و قبل که تحت کنترل وزارت اطلاعات فعالیت میکنن و اون دسته‌ای هم که تحت کنترل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستن. 400 اینفلوئنسر هستن عموما در اینستاگرام و ردیت و تیک تاک و فیسبوک مطالبشون رو منتشر میکنن، به خصوص اون ستای آخری. یعنی چون هدف در اینجا اینه که تحت تاثیر بذارن جامعه غربی رو. اتفاقا کمتر میبینید که توی پلتفرمایی بیان که ایرانیا باشن و بتونن حضور جدی داشته باشن و جواب بدن. بیشتر میدن تا همون ردیت و فیسبوک کار پروپاگانداشون انجام میدن. اینم دسته‌ای هستن که حالا گفته شده 400 نفر که ما معروف ترینشون میدونیم بشرا شیخ، اون یارو پسر است که شربت میداد، هنکل، اون کریستوفر هلالی و اینها. آره مرسی ازت. حالا ببخشید من زیاد صحبت کردم. نه حالا به یه شماره دو شماره از پادکست بزرگمهر اشاره شد که حالا قبلا هم ما اینجا راجعش صحبت کردیم و اگه حالا شماره 16 اگه اشتباه نکنم پادکست خودمونم که با بزرگمهر صحبت کردیم راجع به همین شبکه پنهان حالا نفوذ جمهوری اسلامی و اینکه ماشین پروپاگاندا چطور کار میکنه راجع به اینا صحبت کردیم که حالا به هر دو تا اینا میتونید بپردازید و گوش بدید و حالا به زودی هم دوباره حالا بزرگمهر رو خواهیم داشت و حالا با محوریت هم کتابیش که حالا امیرهادی هم فکر کنم کمکش کرده راجع به انقلاب دزدیده شده که حالا راجع به این مباحث هم باز بیشتر در ادامه در هفته‌های آینده بیشتر صحبت کنیم که من الان میگم که تنبلی نکنیم و روش بفرد. خب بریم سراغ امیرهادی. امیرهادی تو هم نکاتت رو بگو و حالا اون
بخش بیشتر، یعنی از عددا بیایم بیرون، بیشتر راجع به سیاسی قضیه. و یه چیزی که من خودم به صورت میگم، من عددا رو پیگیری نکردم یا همه این چیزها رو پیگیری نکردم، ولی اون چیزی که میبینم حتی از قاسم سلیمانی این تشییع جنازه چی میگم ضعیفتر بود، تعداد کمتری اومدن و غیر موفقتر بود. که حالا در اینا رو دیگه، حالا در کنار خمینی و نمیدونم جمال عبدالناصر و لنین و بقیه این چیزا بگذاریم، دیگه وضعیت به نظر میخوره وخیم‌تر هم میشه. یه چیز هم من بگم، حالا میخوام راجعش صحبت بکنیم. من احساس میکنم، یعنی چون اون چیزی که ما قطع به یقین میدونیم اینه که جمهوری اسلامی برای برگزاری این تشییع جنازه اجازه گرفته بود از آمریکا، یعنی امان نامه گرفته بود که در این چند روز حمله ای نشه و از اون سمت هم تنگه هرمز رو باز بکنن تا بتونه انجام بشه. ولی اون چیزی که ما دیدیم اینه که شب تشییع مشهد، یعنی وقتی که جنازه خامنه‌ای توی عراق بود، اینا شروع کردن شلیک کردن و حمله کردن و بقیه این چیزا. من نمیتونم ربط مستقیم بدم به شکست این پروژه پروپاگاندای جمهوری اسلامی، ولی نمیتونم هم خیلی مستقل از هم ببینم. یعنی من اون چیزی که احساس میکنم اینه که این شکست در این پروژه وسیعی که داشتن، این پروژه حداقل 90 روز براش وقت داشتن برنامه‌ریزی بکنن، و یه بخش مهمی از اون بازگشت جمهوری اسلامی به حالت عادی جمهوری اسلامی، نه به حالت عادی یک حکومت، به حالت عادی جمهوری اسلامی بود. حالا میخوام راجع به این چیزا نظر تو بدونم. اه، ببین، حالا من زیاد نمیخوام وارد بحث عدد بشم، یعنی عددا رو خیلی نمیخوام بحثش رو باز کنم. منتها اصولا تشییع جنازه خامنه ای به نظر من، به اعتقاد من، به میلیون نفر نرسیده که بخواد بره توی اون رنکینگ، که بخواد اصلا مقایسه بشه با بقیه. اصلا توی اون حد و حدود نیست. بزرگترین تشییع جنازه تاریخ هم شما نگاه بکنی برای نخست وزیر یکی از ایالتهای هندوستان بوده که صدای من میاد؟ آره مهدی، آره، هستی تو؟ مهدی تصویرت کجاست؟ از دست میدم. رفته فکر کنم اونم خوابش گرفته مثلا. نه من عوض میخوام، آره آره، یه نه کال خواهش میکنم. داشتم سویچ اوکی، یعنی کنسل کردم، ولی سویچ هم دوربینم روشن نشد. اوکی. عوض نه میخوام آره نه دفعه عالی. دیگه. خواهش میکنم. آره ببین، اصلا توی بحث عدد و اینا من نمیخوام برم اصلا توی عدد. اصلا نزدیک پر جمعیت ترین تشییع جنازه های دنیا هم نمیشه، به خاطر اینکه پر جمعیت ترین تشییع جنازه دنیا برای همون سیاستمدار هندی بوده توی یکی از ایالت های هند، و بعد اونم مثلا میرسه به جمال عبدالناصر و ام کلثوم و مصری‌ها و جمعیت زیاد تشییع جنازه هم خیلی بیشتر توی کشورهای این شکلیه، یعنی توی جوامع این شکلیه و توی کمونیستا، چون همیشه میخوان اون نمایشون توده رو بدن که خیلی زیاد ما رو دوست دارن و اینا. بیشتر توی دنیا که اصولا حرفی نزدیک هم نمیشه. توی ایران هم اگه بخواید شما نگاه بکنید، تشییع جنازه از همین آخری ها من بخوام بگم قاسم سلیمانی بوده، هاشمی رفسنجانی بوده، من فکر میکنم مرتضی پاشایی بوده، روح الله داداشی بوده. خب این همشون تشییع جنازه داشتن و اون جمعیت رو اگه بخواید شما مد نظر قرار بده، خب برای محسن پاشایی هم مثلا یه خواننده بود، خیلی مرتضی. ها، و ببخشید مرتضی، خیلی ها شرکت کردن، یا سیاستمدارا هاشمی هم مثلا برش خیلی ها شرکت کردن. یعنی میخوام بگم نوع جمعیت مهمه، اینا جمعیت مثلا معترض نبودن. ما مثلا تو همین مسیری که الان این سیرک تشییع جنازه خامنه ای برگزار شد، تو همین مسیر مثلا تجمع 25 خرداد 88 هم فکر میکنم داشتیم دیگه. بله.
خب اون جمعیت یه تعریفی داره، شما نگاهت به اون جمعیت یه چیزه، به این جمعیت یه نگاه دیگه ای میتونی داشته باشی. بنابراین این از نظر جمعیت میخواستم بگم. یه چیزی که تو صحبتهای مهدی بودش، این بحث درست کردن چهره خامنه ای و دلیلش، من فکر میکنم یه بخشیش یه آرزوی خیلی طولانی اینا همیشه داشتن که از خامنه ای یه مرجع درست بکنن، یه امام درست کنن، یه مرجع مذهبی درست بکنن. سر برجام مثلا شما اگه نگاه بکنی تا حدی هم موفق بودن. مثلا سر برجام این روایت هستش که اوباما و وزیر امور خارجه آمریکا مثلا گفتن که نه، خب خامنه ای مرجع مذهبیه و گفته که بمب هسته حرامه، بنابراین اینو به عنوان یه چیز پذیرفتن. خب شما نمیتونی یه مرجع مذهبی داشته باشی که تمام این سالها بگی آقا این مرجع مذهبیه، بعد یه دفعه بیای بپذیری که آقا 100,000 نفر 150,000 نفر مثلا تو تجهیز جنازه شرکت کردن. یه قسمتی از این که این رسانه ها میگن میلیونی، یه مقدارم برمیگرده به اینکه اون اعتبار قدیمی خودشون رو خراب نکنن. خب سالها گفتن درست. آقا این یه مرجع رهبر مذهبیه، مسلمین بعد جهان. آره بعد بیا یه دفعه، یعنی این رهبر مسلمین جهان رو فقط این شکلی نیست که تو جمهوری اسلامی بگن، رسانه های بله. غربی هم یه همچین تصویری از این میسازن. و این چیزه. یه یادداشت دیگه هم که داشتم برام جالبم بودش که یه چند تا سخنرانی داره خامنه ای تو دیدار با کنگره شهدا، با همین قاسم سلیمانی، چند تا سخنرانی داره و خیلی تاکید داره روی اینکه این جمعیتی که اومد نشانه آبرو بود، نشانه پیوند مردم با نظام بود و این صحبتایی که همیشه میکرده. خیلی جالب بودش که برای خودش نتونستش این جمعیت رو بیاره. حالا این بیشتر توی فرهنگ ایرانی، هم ایرانی و هم مذهبی، این مرگ و تسلیت گفتن ها و اینا خیلی مهمه برای بازماندگان. شما نگاه کنی همیشه نصف روزنامه قدیما که اینجوری بود، روزنامه اطلاعات چند صفحش فقط تسلیت بود، تسلیت نوشتن بودش، اینکه جمعیت چقدر بیان و خب نتونستن دیگه و به نظر من جواب نگیره. حالا به این پرداختن به نظر چقدر اهمیت داره؟ به یعنی به این موضوع قضیه که نیومدن جمعیت، آره ببین آره این خیلی مهمه به نظرم، چون من خیلی هم میبینم که توی مثلا ایکس یا اینستاگرام می که حالا اصلا اینا اصلا شما فرض کن 1,000,000 هم جمعیت دارن. نه، فرض نکن. چه اساس تو داری فرض میکنی که 1,000,000 نفر اینا جمعیت دارن؟ این خیلی مهمه. ببین 12,000 تن غذای خشک اینا خودشون ادعاشون بودش که تدارک میدن، حالا کم یا زیادشون من کاری ندارم. تمام مملکت بسیج شده بود برای این موضوع. عراقچی از 1 هفته قبلش فکر میکنم رفته بود عراق و برای اینکه تشییع توی عراق، یعنی مجموعه جمهوری اسلامی نه فقط در تهران، در کل کشور و خارج از کشور بسیج شده بود برای این یک آزمون بود، در واقع اولین آزمون جمهوری اسلامی بعد جنگ بود که نشون بده که آقا من هنوز قدرت دارم، هنوز مشروعیت دارم یا خیر. حالا وقتی که یه همچین آزمونی اتفاق افتاده و یک نتیجه فضاحتباری، فقط فضاحت هم فقط عدد که نیستش که عددش جای خودش، یه بخش دیگه یعنی این کمیت ماجراست، شما کیفیت هم دارید.
اینا لابی کرده بودن که برای جنازه خامنه ای سیستانی نماز بخونه، چون خب سیستانی برای شیعه های عراق و شیعه های جهان جایگاهش خیلی متفاوته، واقعا اون مرجعه، حالا توی اون اشل خودشون مرجعه واقعا. سیستانی ده. نیومد براش نماز نخون سیستانی. با تمام این که آقا ما کشورها رو دعوت کردیم و فلان و فلان، من یه چیزی بخوام بگم، این مثلا برای همین پاپ فرانسیسی که اخیراً 403 از دنیا رفت تشییع جنازه بود، 170 تا هیئت بلند مرتبه خارجی رفته بودن، 5 تا خانواده سلطنتی بوده، حداقل 50 تا رؤسای کشورها بودن، یعنی رئیس جمهور بوده، نخست وزیر بوده. حالا بیا برای خامنه ای رو ببین. ام. برای خامنه ای 22 تا هیئت بلند در واقع عالی رتبه بودن، 6 تا رئیس کشور بودن، هیچ خاندان سلطنتی هم نیومد، یعنی حتی دوستای شما هم نیومده بودن. پس بنابراین از نظر سیاسی، حالا اونایی هم که اومده بودن کی بودن؟ هیئت از یمن برداشتن و بردن، انصار ام. الله یمن، یا مثلا طالبان رو برداشتن و بردن. خب اینا بودن. بنابراین به نظرم این که آقا حالا ول کن اینا، حالا بالاخره طرفدار دارن، نه خب چند نفر طرفدار دارن؟ ما دیماهو داریم، تو دیماه اون هم آدم کشته شدن. شما وقتی میگی که آقا اینا هم طرفدار دارن، یعنی داری همون روایتی که همین رسانه‌ای که ذکر خیرشون پیش از این بودش و اون جریانی که دارن پشتیبانی میکنن همدیگر رو هم افزایی میکنن، شما داری روایت همونا رو تکرار میکنی که آقا ما در ایران 2 تا گروه داریم، یه 2 قطبی داریم، یه سری مخالف جمهوری اسلامی هن. خب باشه قبول، ما اینو میپذیریم که مخالف هم دارد جمهوریت، ولی جمهوری اسلامی هم بالاخره یه سری طرفدار داره و چون این ام. طرفداران جمهوری اسلامی داره، شما اگه حمله کنی میخوای چیکار کنی؟ میخوای این همه آدم بکشی و شما سوال بکنی که آقا کدوم همه آدم رو داری میگی که طرفدارشن؟ همینایی که اومدن تو تشییع جنازه دیگه، بگی کیا اومدن، چند نفر بودن؟ یعنی تو قبول نداری که رویترز هم زده بود میلیون ها نفر اومده بودن؟ تو یعنی قبول نداری که فلان دقیقا این دیالوگیه که بعد این قضیه اگر رها بشه و این موضوع قشنگ ثبت نشه، بعد از این قصه هستش. کما اینکه همین الان، تا همین الان هم میگن آقا خمینی رو مردم دوست داشتن. پر جمعیت ترین تشییع جنازه تاریخ مال خمینی بوده، گینس هم ثبت، در گینس خمینی رو به عنوان پر جمعیت ترین ثبت نکرده. اولی همون سیاستمدار هندی است. 2 خب زمان خمینی هم انقدر موبایل اینترنت نبوده، شاید اون موقع هم بودش ما میفهمیدیم آقا 10 میلیون واقعا عدد بزرگیه. اون ام. 3 میلیونی هم که تازه نیویورک تایمز زده اونم عدد بزرگیه تازه. ولی خب همین الان ما داریم میبینیم دیگه، جلوی چشم ما، جلوی چشم من و شما و چیزی که داریم همین الان داریم میبینیم که آقا هیچ ویدیویی نیست که از آزادی تا مسیر 32 کیلومتری رو تا تشییع کردن 2 کیلومتر. خب چرا این کار کردن؟ چیزی که شما همین الان داریم میبینی، چند تا خبرنگار و اینفلوئنسر خارجی میان و برای شما میگن نه میلیونی اونجا بودن، و حالا هم ما میزنیم تو سر ایرانیا که آقا نه ایرانیا عدد نمیفهمن. آقا ایرانیا نمیفهمن، خب اینا هم نمیفهمن. اینا هم نه. مگه میشه تو کشوری که شما چند میلیون ها نفر برای تشییع جنازه خامنه ای برن بیرون، همین 6 ماه قبل 40,000 نفر آدم کشته باشن؟ مگه میشه؟ نمیشه، یعنی منطقی نیستش. این دوتا چیز نداره و بنابراین به نظر من خیلی مهمه که این موضوع هم از نظر کمی که تعداده، هم از نظر کیفی ام.
چون از نظر کمی و کیفی اگه اینجا نیفته، اون موقعی میشه که آقا مثلا آمریکا یک مرجع شیعی رو کشته، یک مرجع مذهبی رو کشته که این میلیون ها نفر علاقمند داشته، در صورتی که اینجوری نیست. میدونی آره مسئله من اینه. آره نه به نظرم نکات خوبیه و حالا یه سری بحثایی هستش که من خودم شخصا خیلی چون خیلی بحث درون گفتمانیه، مثلا اینکه چرا سیستانی نرفته نماز بخونه، چرا شوبری زنجانی نرفته، وحید خراسانی نمیدونم، حتی مکارم شیرازی. یعنی یه بحثایی هستش که در جای خودش خیلی اتفاقا بحثای جالب توجهیه که یعنی اومده یعنی در جایگاه کاری که خامنه ای 37 سال تلاش کرد بکنه به عنوان مرجع، حتی یعنی یه مرجع عادی بتونه خودش رو جلوه بده، حتی برای مرگش نمیدونم یه کسی مثل مکارم شیرازی هم نیومد. یعنی حالا چه برسه به نمیدونم شوبری زنجانی و وحید خراسانی و سیستانی و نمیدونم همه اینا. یعنی اینا به نظر من شاید برای ماها اهمیتی نداشته باشه، ولی مسئله اینه که اینا رو وقتی در کنار هم قرار میدیم، قطعات پازل رو، یک مهمه جاهای مختلفی مهرداد که جان. ببین و ببخشید میونه کلومت، ولی این قضیه مرجعیت مهمه به خاطر میره تو اون بحث نیابتی. اگه شما نگاه کنی بله توی اون قصه کتائب عراق اگه نگاه بکنی، فاطمیون اگه بخوای نگاه بکنی، تو اون قسمت این خیلی مهمتر جمعیت میشه. اصلا شما نه بگو نه 50 میلیون نه جمعیت. آره. خیلی مهمه. نه نه منظورم به اینه که شاید ماها فکر کنیم چون ما در اون دیسکورس نیستیم، در اون فضا نیستیم، این چیزها اهمیتی نداره، ولی این چیزها در یک لول دیگه ای که حالا شاید ما مخاطبش نباشیم ولی خیلی اهمیت جدی داره. کما اینکه خب یکی از بحثایی که قبل از مرگ خامنه ای و قبل از زدن خامنه ای به خصوص بعد از جنگ 12 روزه که بحث پیش اومده بود که آقا چرا خامنه ای رو نزدن، با همین رسانه‌های غربی و جای دیگه، همین اینفلوئنسرها و بلاگرها، اینا خیلی روی این تاکید میکردن که اگر خامنه ای زده بشه جهان اسلام قیام خواهد کرد. یعنی شیعیان عراق چیز داده بودن که خط قرمز ما خامنه ایه، اگر دست بزنن به مرجعیت اعلای شیعه دست بزنید ما قیام خواهیم کرد. ولی اتفاقی که افتاد زدن خامنه ای و هیچ اتفاقی نیفتاد. تمام فشارهایی که اووردن به همین مراجع دست نشانده خودشون تا مراجع نمیدونم مثلا معروف ترین مرجع ها مثل سیستانی که فتوای نمیدونم جهاد بدن نمیدونم همه این چیزا، هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. کما که مثلا سر داعش و خیلی چیزای دیگه بالاخره فتواهای اینطوری دادن. آب از آب تکون نخورد در جهان اسلام. و حالا از همه اینها مهمتر، یعنی میخوام من اهمیت این بحثی رو که داریم میکنیم بگم، اهمیتش اینه که در داخل ایران، یعنی اینا حالا مهدی هم اگر صحبت بکنه خوب میشه. من نمیدونم چرا 90 روز انداختن عقب. خب یعنی از پایان آتش بس تا زمانی که خاکش کردن بیش از 90 روز انداختن عقب که یک چیزی رو از دلش در بیارن و بتونن یه بازیابی بکنن بعد از اون هم قتل عام دیما و بعد جنگی که ایجاد شد و بقیه چیزها. و در این مدت 90 روزه چقدر، حالا بیش از 90 روز، یعنی از ابتدای از مثلا روز چندم جنگ که روی این تجمع‌های شبانه و اینا مانور می‌دادن که آقا ما انقدر طرفدار داریم، ما در موقعی که زیر بمبارون هم هستیم طرفدارامون میان تو خیابون، همه اینا. به نظر من آزمون همه اینها، یعنی اینکه بشه راستی آزمایی کرد همه این داستانا رو، تشییع جنازه خامنه ای بود و یه پروژه کلانی بود برای جمهوری اسلامی که به این نتیجه رسید، که به این شکست رسید. و واقعا این رسانه های غربی، یعنی مهدی توضیح دادش، یعنی واقعا هیچ دلیلی جز اجندای سیاسی نداره که این قضیه رو دارن سانسور میکنن. یعنی تهش اینه که میخوان از این استفاده بکنن که در مقابل ترامپ وایسن یا هر رسانه‌ای با توجه به اون سیستم خودش. حالا مهدی نظر تو چیه؟ یعنی به نظر تو این بله اتفاقی که افتاد چطوری بود؟ این شکست چطوری بود؟ این کلا فضا رو چطوری بود؟ بله حقیقتش رو بخواید این اتفاقا خیلی نکته مهمیه، هم بحث درون گفتمانی دینی میشه کرد هم بیرون از اون. البته من که متخصص این نیستم، ولی به عنوان کسی که میشنوم و دوست دارم دنبال بکنم ماهیت
اسلام رو اتفاقا خیلی مهمه. یعنی ما یه حدیثی داریم که خیلی اتفاقا مهمه، هم تاریخیه، هم حدیث معتبریه، در بخاری اومده و در صحیح بخاری و هم صحیح مسلم و اینا، که اسرو بالجنازه، یعنی این دستور مستقیم پیغمبره. در احد هم همین کار، که حتی غسل ندادن. و بعد جالب اینجا بدونید که تو احد وقتی قبرها رو میکندن، یعنی یه تعدادی رو از خودشون ها، از مسلمانای تیم محمد و اینا رو دست جمعی چیز کردن، چون وقت نبود، فرصت نبود، جنازه داشت میگندید. فقط محمد گفتش که اونی که قرآن بیشتر بلده رو جلوتر بذارید، اونا رو زیر پاش بذارید، ولی زودتر این کار رو بکنید. یعنی انقدر جنازه و موندن میت روی زمین مهمه. علی ابن ابی طالب در اولین جنگ داخلی که در تاریخ اسلام راه انداخت و مسلمان کشی رو شروع کرد، در جنگ جمل، هم تیم خودش و هم تیم مقابل و عایشه و طلحه و زبیر، اینا رو برای همه چیز کرد. یعنی اومد راه رفت و اون داستان رو گفت و برای مثلا گفت راجبشون حرف زد، و بعدم که اینا رو خاک کردن. این انقدر مهم بود که خودشون، تیم خودشون و دشمناشون رو همه رو با هم سریع خاک کردن. خاک کردن جنازه اصلا خیلی مهمه، در تمام تاریخ اسلام بوده، در عاشورا بوده، همه جا بوده. یعنی این که شما برخلاف دستور اسلام اومدی یه امر کاملا مکروهی که قرنهاست مکروهه. این همه سال در طول تاریخ مسلمان آدم کشتن و کشته شدن و اینا، همیشه این موضوع بوده. اینو گذاشتی کنار. اولا که در طول جنگ، ثانیا به قول شما 90 روز بعد از جنگ نگه داشتی که همچین نمایشی به پا بکنی که برخلاف دستورات اکید اسلامه، حداقل ما میدونیم که مکروهه. حداقل اون 90 روز بعد از صلح، یعنی بعد از آتش بس به بعد که نگره آتش بس شده طبق قوانین اسلامی، اگه رهبر جهان اسلام بود که همون روز بعد از آتش بس بعد خاکش میکردیم. که این فقط یه نمایشه برای این داستان و نمایش شکست خورده هم بوده، کما اینکه امیر هادی مفصل توضیح داد به خصوص همون مسئله تیکه خیابون از دماوند تا این رو. و منم بعید نمیدونم همونطور که تو گفتی علت این آتش پراکنی هایی که منجر شد به این الان روندی که الان توش هستیم، که ترامپ گفته که آتش بس تمومه و جنگ شروع شده و نیمه، به اصطلاح نیمه جنوبی کشور الان زیر آتش شدید آمریکاست، ریشش در همینه که توی اون روز به دلیل اینکه به درستی اشاره کردی که جمعیت زیادی نیامد و این پروپاگاندا شکست خورد، اینا سریع خواستن برن سراغ مرحله بعد بدون اینکه از خیر امتیاز این مرحله هم بگذرن و نتونستن واقعا جمعیت بیارن دیگه. خب به هر حال یارو 40,000 نفر رو 5-6 ماه پیش کشته، کی بیاد تو خیابون؟ یعنی شما همه این تاریخ ظلم و ستم و فساد و باندبازی و قتلای زنجیری، همه این چیز جمهوری اسلامی و خامنه‌ای رو بذاری کنار، فقط همین 2 ماه آخر عمرش بزرگترین جنایت تاریخ معاصر رو انجام داد. کی بیاد اصلا برای این؟ چطور شما فکر کردید که مثلا، من نمیگم این علیه السلام نیست سیستانی، اونم کلی آدم داره، میلیشیا داره، آدم میکشن، منابع مالی کشور ما رو میدزده، از طریق شهرستانی به عنوان سهم ما میبره عراق، خرج خودش رو بیتش میکنه، اونم آدم کثیفیه. ولی ببین اون آدم کثیفی مثل سیستانی، اون همه آخوندهای بی فایده‌ای که به اصطلاح شدن مرجع تقلید، جز این که این کارشون اون گردش پول سهم امامه و هیچ اثر دیگه‌ای ندارن، حتی این آدمای کثیف و فاسد هم حاضر نشدن براش نماز بخونن. این شکست کامل این پروسه پروپاگاندای مراسم خاکسپاری خامنه‌ای بود که مثل همه کار دیگه‌اش، از بمب اتم ساختنش، از موشک ساختنش، از توسعه علمی دادنش، همه این چیزاش همینقدر ضعیف، حقیر، فقط سر و صدای الکی بدون هیچ اثری بوده و منابع کشورمون رو از بین برده. در همین جا هم فکر می‌کنم که چند همت پول از بین رفت بابت همین اداهایی که اینا در آوردن وسط شهر، بیارتی الان از بین بردن، اون به هر حال قضا مزا اینا آوردن پخش کردن، نمیدونم چی کار کردن. به هر حال همین خسارتایی که تشییع جنازه‌اش باقی گذاشت، که حالا عددش به نسبت همه خسارتایی که زدی کمه، ولی به هر حال خسارت هستی تا 90 روز، 3 ماه 6 ماه بعد از مرگش هم همچنان داره خسارت میزنه. آره مرسی ازت. یه چیزی هست، واقعا اون شرایط اقتصادی که ما داخل ایران داریم هولناکه. یعنی دیگه این رو یه چیزیه که هم با عدد رقم میشه دید، هم در یعنی تصاویر و فیلم ها و اون حرف زدن با دوستان آشنایان در داخل ایران. من با یه دوستی که
اطراف مصلی خونهشون بود صحبت میکردم و خب میگفتش که مثلا خب بلافاصله بعد از محرم هم هست دیگه، یعنی دهه اول محرم، یعنی چند روز بعدشه دیگه، که میگفتش مثلا امسال به خیلی به صورت ویژه تر برای نظری ها و نمیدونم این چیزا، خب ملت یعنی صرفا به خاطر تبرک و نمیدونم این داستاناش نبود، به خاطر اینکه واقعا غذا ندارن بخورن اومدن وایساده بودن. و این میگفتش که در همه اطراف مصلی این چادرهایی رو که زده بودن روز تشییع جنازه خامنه، یعنی اون 2 روزه که تو مصلی بود و بعدش هم تشییع جنازهش، میگفتش تقریبا هیچ کسی نمیرفت غذا بگیره یا نمیدونم این تخم مرغ‌های نظری که درست کرده بودن و بقیه این چیزا رو بگیره. و این یعنی خیلی من این رو در کنار اون تصویری که تو آبدانان برنجو ریختن روی آسمون در کنار اون میبینم، یعنی حتی در کنار یعنی در شرایطی که مردم ایران یه بخش عمدهشون در بدترین شرایط اقتصادی هستن و غذا ندارن، خیلی حاضر نشدن حتی برن تو این چادرها و نمیدونم این موکب ها، نمیدونم اسمشو چی میذارن، که حتی غذا بگیرن در روز مرگ خامنه ای. و اینا همه اینها واقعا به قول قرآن نشانه است برای آنهایی که میاندیشند که این اتفاق رو افتاده. و واقعا هم باید دید بعد از این پروپاگاندایی ما داریم راجع به تجدید جنازه خامنه‌ای در صورتی صحبت میکنیم که بعد از یه پروپاگاندای گسترده 130-140 روزه در حمایت از جمهوری اسلامی و در چه میگن در مقابل حمله نظامی، یعنی اینا رو بیاید در کنار اینا قرار بدیم که چه پروپاگاندای گسترده ای رو انجام دادن راجع به حمله به جمهوری اسلامی، راجع به مرگ خامنه‌ای و بقیه این چیزها. و تمام اون پروژه ها وقتی که میخوایم به مادیت برسه که بشه قابل سنجش بشه، میشه این تجدید جنازه خامنه‌ای که حالا خیلی غم انگیزه، خیلی ناراحت کننده است، ولی 1/3 این جمعیتی که در تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرده بودن رو خامنه‌ای 2 ماه قبلش کشته بود. یعنی تعداد افرادی که کشتهش که در پایین ترین حالت 40,000 نفره، اه، همین واقعا یعنی به نظر من یک جای مهمی از تاریخ ایران بود که چطور در مقابل همه اون کسایی که حتی همون افرادی که اون چپ ها و اصلاح طلبها و بقیه این افرادی که تو این 4 ماه 5 ماه فعال بودن، حتی اونا هم نرفتن و همون سیستانی و اون شهرستانی که بالاخره دستگاه های مافیاهای ثروت قدرت تو ایران هم دیگه. همین راه تو حالا بحث رو هم برای پایان بحث های خودت هم حالا اگه نکاتی داری بگو که بری بخوابی. آره من چه میدونی دیگه، من همه دوستان میدونن تقریبا. و ببین من یه چیزی میخواستم بگم که اون حدیثی که مهدی جان اشاره کردن که میت رو زمین نمونه، خب ما واقعا نمیدونیم میتی وجود داشته یا نداره، یعنی واقعا هم. چیزی هم ازش باقی مونده یا این خودش یه بحث جداییه که چیزی ازش مونده بوده یا نه. منتها اون خاک شدنش هم 131 روز خب طول کشید دیگه. من این 131 روز رو گفتم رکورددار، خیلی ها اشاره کردم به موارد دیگه مثل نصرالله که 150 روز بود حدوداً، یا مثلا نصرالله رو به امانت گذاشته بودن تو خاک. همین نکته گویا رو میخواستم بگم. بقیه رو یه خاکی میکردن، حالا مواردی داریم که خیلی طولانی سالها طول کشیده، یه دوره خاک میکردن بعد در میآوردن یه جای دیگه خاک میکردن. ولی من حالا برای اینکه بحثم طولانی نشه، برای من کل این قضیه شبیه ورای تمام این بحثای سیاسی و فکچک کردن و عدد چند نفر بوده و اینا، همه شبیه یه قصه میمونه که و یه فیلم انگار خیلی عجیبه که تو دیماه اونجوری آدم ها رو بکشی، بعد اون قصه اون ویدیوی سخیفی که توی تلویزیون اون احمق ابله اومدش و گفتش که مسخره کرد جنازه ها رو تو چه یخچالی نگه میدارن اینا، و بعد
این آدم اینجوری مرد. من تمام این زمانی که این جنازش خاک نشده بود یاد اون بچه هایی میفتم که مخصوصا توی شهرستان ها. من یه بار به یکی از دوستان میگفتم که من خب 88 تو ایران بودم دیگه خودم، و بعدش هم مثلا اتفاقایی که بر روزنامه نگارا میافتاد و چیز میگه، ولی روزنامه نگارا آدم های درست، نمیخوام بگم خیلی چیزم، ولی اینقدر بیپناه نیستم. مثلا ما رو که نیستم. میگرفتن یا احضار میکردن، ما به اوین نرسیده یا به دادگاه نرسیده اونور بعدا میرفتیم بیرون خبردار میشدیم، میدونستیم که آقا مثلا بی بی سی و فلانجا و فلانجا و فلانجا خبر رو کار کرده بودن فلانی رفته. یه آدمی که مثلا سیاسیه کارت چیزش قطع میشه تو زندان، همه جا خبرشو کار میکنه. اینایی که مثلا آدم میدیدش که توی شهرستان کوچیکی بودن و جنازه رو از یا به خاطر اینکه پول نداشتن که اون پول تیر رو بدن، یا از ترس اینکه بعدن چیز کنن یخ گذاشته بودن، اینا یعنی همیشه توی این قلب من، واقعا دارم میگم، الان هم میگم چیز میشن، نه اینکه بگم الکی بگم، فیزیکی توی اینجا یه حس بدی پیدا میکرد. این آدم بعد این قصه ها اینجوری مرد. 131 روز جنازش بلا تکلیف بود، آواره بود، و بعد اون تصویری که ازش تو عراق پخش شد که از کامیون میاد بیرون، سرما میزنه بیرون، تمام این اتفاقایی که من دارم میبینم عین یه قصه است، عین یه فیلمه، و به نظر من خیلی جالبه این موضوع. و حالا دیگه من هیچی دیگه نمیخوام بگم دیگه، تمام شد. آره. قربونت نه برم. واقعا درست میگی. من اتفاقا یا باید خبرنگار آمریکایی خیلی وقت پیش صحبت میکردم، تو کنم 4-5 سال پیش بود. بعد خب اون راجع به اوین و اینا خیلی میپرسید. بعد گفتم ببین من با توجه به آشنایی که دارم و آدم‌های حرفایی که شنیدم و داستانی که شنیدم، اوین بهترین زندان جمهوری اسلامیه. یعنی در بین زندان‌های سیاسی، یعنی اون اتفاقی که داره تو زندان سیاسی اهواز و نمیدونم مشهد و نمیدونم فلان و اینا، واقعا با یک هولناکی بیشتری داره اتفاق میفته. باز کسی که میره زندان اوین خبرش میره این ور اون ور، باز نمیدونم همه این اتفاقا. و واقعا هم راجبه کشته شده ها بقیه خانواده هم همینطوره. یعنی واقعا یک نظام طبقاتی وجود داره که حالا ناخودآگاهه. یعنی طبیعتا اون کسی که اسمش تو رسانه ها هست، وقتی که مشکلی براش ایجاد میشه خب بیشتر دیده میشه تا یه کسی که توی خانواده ای که توی آبدانان یا توی نمیدونم نورآباد ممسنی یا همه اینجاها اتفاق افتاد. ولی آره این جنبش هم که گفتی واقعا مهم بود و حداقل یه جایی از قلب آدم روشن شد که ما همه میدونیم که دنیا جای عادلانه نیست، ولی خب در همین حد عدالت یا این چیزا هم واقعا جالبه. حالا مهدی تو هم حالا برای پایان بحثمون که حالا میگم ما صحبت مفصلی کردیم راجع به اینکه عدد نفهمیدن جمهوری اسلامی، اینو یه محمد قاهد بود نمیدونم کی بود، یه مطلبی نوشته بود که اصلا این عدد نفهمی جمهوری اسلامی اینه که از روز اول شروع شد، اینه که دقیقه فجر 11 روزه خودش. یعنی اینا از اونجا بگیریم با عدد و این چیزا مشکل دارن تا این ده ها و این چیزایی که امیرعادی هم اول بحثش بهش اشاره کرد که جمهوری اسلامی عاشق اینه که حماسه حضور، دهه کرامت، دهه نمیدونم چه فلان، همه این کارا رو انجام بده و یک سری عدد بسازه. و خب دیدیم که چطوری شکست خورد و ما خواستیم که به این بپردازیم. حالا برای پایان بحث هم بحث خیلی خوبی کردی. یه بحثی هم همه راجع به اسلام کردیم و خیلی دومان یه بحث الهیاتی هم انجام داد. حالا برای پایان بحث نکاتی رو اگه داری بگی که خیلی عالی میشه. من آدم اسپریچوال نیست، یعنی آدم معنوی نیستم، به نظرم امر معنوی وجود نداره در این عالم. ولی همونطور که امیرعادی گفت بعد از این اتفاقا، به خصوص اون قضیه یخچال، دارم فکر میکنم که عجب چیزیه کارما. یعنی این کم مردم تو سوشال مدیا از لغت کارما استفاده میکنن. من اعتقاد ندارم یک کارمایی وجود داره، ولی اگه داره اتفاق میفته. یعنی یارو بردن تو یخچال، گور به گور شد، چه میدونم 3 ماه 4 ماه جسدش تو زمین بود، زنده به گور شد توی اون به هر حال
خونش، حالا خونش یا زیرزمینش هر چیزی. و این به هر حال جرئت نمیکردن تشریح کنن همه اینا. جرئت نمیکنه. یعنی همه چیز انگار اون چون تو شما لغت کارما رو در محیط فارسی زمان سرچ بکنی، اصلا از اون روزی که خامنه ای مرد خیلی ما داریم میبینیم که هم خانواده های جاویدنام من دیدم بعضا ازش استفاده کردن و دیگران. یعنی این یه چیز عمومی در همون، فقط احساس امیرهادی نیست، احساس من هم هست، احساس خیلی از مردم ایران هست که به قول تو ما فکر نمی کنیم که حالا یه همچین چیزی جهان عادلانه هم هست، ولی نه، انگار که یه چیزایی حالا شانسی یا هر چیزی طنز قضیه به هر حال برای اینا داره اینطوری اتفاق میفته. در مورد عددم درست میگی، عددی داشتن 3117 که مثل که از ابجد در آورده آره همینجا آره. تکرار میشده. اینا کلا با نگاهشون به عدد هم نگاه‌های قرون وسطاییه که رمل و استرلاب مینداختن این عدد و اون عدد و اینا. همین جنگ 12 روزه رو میخوان عددش رو عوض کنن. جنگ اول خودشون شروع کردن جنگ 40 روزه، بعد دیدن نه 40 اگه بگی ممکنه که فلانه، چون بعدش هم که شکست خوردن به معنای در میدان شکست خوردن و اینا. به هر حال که کلنج 39 و 38 و اینا، این با این عددا بازی میکنن و درگیر عدد دیگه هستن دیگه جنگ رمضان متاسفانه. هم نمیگن حتی، نمیدونم چرا، باید بریم ببینیم چرا. دیگه حالا جنگی که توش به اصطلاح حکومت شیعه لت و پار شده، هیچی ازش باقی نمونده، این همه سردارانش به درک واصل شدن، این همه موشکایی که برای تجاوز به خاک این و اون ساخته بود، به جای اینکه سرمایه کشور رو صرف دفاع از کشور بکنه، صرف آمادگی برای تهاجم به این و اون کرده بود، همه از بین رفتن دیگه. واقعا رمضان هم بهش بچه، ما که استقبال میکنیم دیگه، همینی دیگه. یعنی من عمدن در ابتدای برنامه میرم که مثلا در این چند سال اخیر مردم خیلی ابا دارن بگن انقلاب اسلامی. با این انقلاب اسلامی بود دیگه، انقلاب 57 چی؟ از اول هم این اسلامی اسلام اومده رو کاری نه نتیجهشه. این گند و کثافتی که داریم میبینیم، این روند توسعه کشور، این وضعیت زندگی ما، اقتصاد ما، همه چیز ما این محصول اسلام دیگه. چرا ما خجالت بکشیم انقلاب اسلامی؟ سال 57 22 بهمن 57 اسلام بر کشور ما حاکم شد و نه تنها کشور ما، نه تنها مردم ما، بلکه تمدن هزار ساله ما رو به زوال و نابودی رفته. تمدنمون، یعنی از قضیه از ابعاد کشور خارجه، تمدنمون بابت ظهور و بروز این آخوندا، به هر حال این زباله های متعفن جبل عامل که صفویان کشوندنشون و بردنشون تو خاک کشور ما 300 سال غیر مستقیم، این 50 سال آخر مستقیما تحت خطر تمدنمون داره از بین میره به خاطر این آخوندا. و به هر حال تهش خوشحالیم از اینکه خامنه ای مرده. این ضحاکی که رکورد ضحاک شکستی که ضحاک 1000 سال حکومت کرد، روزی 2 نفر رو کشت، میشه 350,000 روز، روزی 2 تا. شما توجه کنید که اون روزهای آخر تو آشپزخونه بچه‌ها گوسفند قاطی می‌کردن، یعنی یکی میشد جمعاً تهش 700,000 نفر ضحاک کشته. این رکوردش از ضحاک بیشتر بود، روزهای آخر داشت روزی بیشتر از 2 تا اعدام می‌کرد. یعنی از هر لحاظ این که بگیم ضحاک رو باید بگیم علی خامنه ای، نه خامنه ای بگیم ضحاک علی. خدا رو شکر خوشحالیم که این سایش از سر مملکتمون رفت کنار و سایه شومش رو امیدواریم که تمام این جمهوری اسلامی به زودی به دست مردم ایران از بین بره. بس دیگه اینا خوندتی، بس دیگه 50 سال نابود کردن مملکتمون دیگه، باید یه کاری بکنیم. آره مرسی از هر دوتون. حالا باش کنم. اگر نکاتی هستش، ولی خب قطعا دوباره در خدمت هر دوتاتون خواهیم بود، آره من چون فقط بالاخره جان ببخشید یه چیزی بگم. نه. علی خامنه ای فقط در طریق خیابون و اعدام آدم نکشتش، تعداد زیادی هم مردم ایران، حالا کرونا خیلی مشهور شده، من زیاد کرونا رو کاری ندارم، خیلی هم مردم ایران به خاطر آلودگی هوا مردن، آلودگی آقا. خیلی هم مردم ایران به خاطر تصمیمات این آدم. ببین همین الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، تو تمام دنیا این اینترنتی که من و تو داریم الان ازش استفاده میکنیم یه چیز مثل آب خوردنه، مثل نور چراغ برقه، یه چیز عجیب غریبی نیست.
تو میدونی مردم ایران با چه بدبختی فقط به یه اینترنت معمولی باید وصل بشن و تمام اینا نگردن علی خامنه ای رو. حالا مهدی گفت من همیشه میگم انقلاب اسلامی، منم همیشه میگم رهبر جمهوری اسلامی، نمیگم علی خامنه ای، چون علی خامنه ای الان مرد، تموم شد. رهبر جمهوری اسلامی، تمام این خونا، تمام این آدمایی که مستقیم و غیر مستقیم کشته شدن و از دنیا رفتن به عهده رهبر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی. مرسی. آره مرسی ازت، واقعا هم همینطوره و ما هم تو این پادکست بکنم بارها گفتیم، یعنی اون اه، اه، بخش آشکاری که علی خامنه ای کشت واقعا هولناکه، یعنی اون تعداد آدم هایی رو که گلوله زد بهشون واقعا ده ها هزار نفرن و حرفی توش نیست. ولی اون بخش همین مورد کرونا حداقل 70,000 نفر آدم، بیش از آقا سالی مقداری که 50,000 نفر فکر میکنم سالی، آلودگی هوا. اگه درست بگم مطمئن نیستم، ولی رئیسی گفتش، معاون وزارت بهداشت، سالی 50,000 نفر آمار رسمی خودشونه میگن که بر اثر مهم. آلودگی هوا کشته میشن. حالا آره تصادفات بماند، آلودگی خیلی کشته. خیلی زیاده. بعد این فقر واقعا با مرگ نسبت مستقیمی داره و تعداد خودکشی ما هیچ وقت این بحثی رو اولش کردیم که یک روزی که این کشور آزاد بشه ما باید برگردیم در تمام تاریخمون رو بازخوانی بکنیم، تاریخ بعد انقلابمون رو، تا ببینیم که چقدر آدم کشته شدن، میزان خودکشی تو ایران چقدر بوده و همه این اتفاقا. یعنی ما هیچ کدوم راجع به اینا دیتای مشخصی نداریم، ولی خب یک روزی آزاد میشه دیگه و امیدوارم که این امیدواری هممون اینه که این روز زود باشه و ما هر شماره که پادکست ضبط میکنیم مثلا من ته ذهنم اینه که شماره بعدی شاید تو ایران باشه و حالا الان هم همینطوری امیدوارم سری بعدی که با هم صحبت میکنیم هم تو ایران باشیم و حالا در خوب باشید و سلامت باشید و ممنون از حالا همه کسایی هم که گوش مرسی. کردن و دمتون گرم و پاینده ایران. قربون شما، مرسی، متشکرم. مرسی از شما، به امید پیروزی نور بر تاریکی هر چه زودتر.